بهتر فکر کنم. سلام، من برگشتم بعد حدودا 1 سال و چاش شلوغ شد و بریم که امروز رو بگذرونیم دیگه. اسم من پارسا، بریم برنامه‌ریزی کنیم برای سال جدید. این دیگه عمدتاً تو راه بودیم و واقعا همینجور بود. من خواست نکردم چون رفتیم لوز تحریری مسجد، رفتیم لوز تحریری، بعدش هم رفتیم لوازم موسیقی فروشی میگن. بعد اونجا هم یه دفتر نوت گرفتیم با یه کتاب نوت، دفتر برای نوشتن. این چراغ قرمز رد میشیم خیابون، یه دفتر برای نوشتن نوت، یه دونه برای تمرین. الان دارم میرم خونه، حالا بازش رو هم ببینیم چیا گرفتم. یه دفتر پلنر خوشگل گرفتم، خیلی نازک قشنگ، واقعا بامزه است. چراغ قرمز شه رد شیم. ولی خیابونا شلوغ شده، آدم عید و اینجا اصلا انقدر شلوغ نیست، خیلی ماشین اومده. مثلا لوازم تحریری هم شلوغ بود، مثلا خیابونا داره شلوغ میشه، پیاده روها همه دارن سبزه و نمیدونم ماهی و از اینجا چیزا خوشگل میکنن. هفته هم باید بشه، حالا اون روز هم یه ندک میگم هفته هم باید بشه، خیلی بامزه کار بشه. سلام.